با سلام، من امیرحسین رستمی هستم. از سری فیلم‌های آموزش نرم افزار آی‌اسی در خدمت شما هستم. در این قسمت میخوام در مورد اضافه کردن چیپوسکوپ به طرح و دیباگ برنامه روی FPGA صحبت کنیم. چیپوسکوپ در واقع تو دنیای واقعی کار لاجیک آنالایزر رو میکنه که سیگنال های FPGA رو نموداری میکنه، تو یه رم ذخیره میکنه، بعد از طریق USB به کامپیوتر انتقال میده و ما میتونیم در کامپیوتر شکل موجها رو مشاهده کنیم و اشکالات برنامه رو در بیاریم، برنامه رو درست کنیم، دوباره برنامه رو بزنیم رو بورد. خب برای اضافه کردن چیپوسکوپ از قسمت پروژکت نیو سورس انتخاب میکنیم. گزینه دوم چیپوسکوپ definition and connection file. اسمشو مثلا میذاریم چیپوسکوپ 1. روی next و finish کلیک میکنم. خب چند لحظه طول میکشه تا چیپوسکوپ به برنامه ما اضافه بشه. خب چیپوسکوپ به برنامه اضافه شد. یه چند تا تغییر اول تو طرح ایجاد میکنم، بعد میرم چیپوسکوپ باز میکنم. خب ما میخوایم LED هامونو یا کانترمون رو با چیپوسکوپ ببینیم. خب برای اینکه سیگنال ها رو درست تو چیپوسکوپ ببینیم باید با یک کلاکی بیشتر از کلاکی که دارن سیگنال رو تغییر میکنن سیگنال رو نموداری کنیم. طبق اصل نایکویز با سیگنال نموداری ما 2 برابر بیشینه فرکانس سیگنالی باشه که میخوایم نموداری کنیم ازش. خب اینجا ما اومدیم کلاک 75 مگا دادیم به طرحمون و طرحمون با کلاک 75 مگا کار میکنه. میام یه سری تغییراتی میدیم، میام یه کلاک دیگه اضافه میکنیم که کلاک بدیم به چیپوسکوپ. روی پلرون دوباره کلیک میکنیم. خب کلاکی که به طرح ما میره همون سیمک میکنیم. کلاک چیپوسکوپ رو 75 مگا مثلا 80 مگا قرار میدیم. 80 مگا. خب روی جنریت کلیک میکنیم. روی شماتیک کلیک کردم ولی شماتیک هم از من خواست پلر رو آپدیت کنم. کافیه یه بار شماتیک رو ببندم، سیف کنم تغییرات رو، بعد دوباره بازش کنم. الان همزمان میپرسید که بلوک PLL تون اوت آف دیته میخوایم آپدیت بشه که آپدیت اینستنسز کلیک میکنم، اوکی رو انتخاب میکنم. پین دوم رو پورت میکنم که نحسا به صورت اتوماتیک تو بهینه سازی این پین حذف نکنه. خب رینیمش میکنم و اسمش رو چیپوسکوپ قرار میدم. کلاک چیپوسکوپ. خب تغییرات ذخیره میکنم. میرم قسمت دیزاین، رو چیپوسکوپ دوباره کلیک میکنم. بعد از اینکه پروژه سنتز شد برنامه چیپوسکوپ باز میشه که میتونید در این برنامه سیگنالی که میخوایم مشاهده کنیم وارد کنیم. بعد متاسفانه اندکی برنامه چیپوسکوپ باز میشه. تو صفحه اول رو نکست کلیک میکنیم، دوباره رو نکست کلیک میکنیم. خب اینجا تعداد ورودی ها رو وارد میکنیم، چند تا سیگنال رو میخوایم مشاهده کنیم. فعلا 4 تا انتخاب میکنم، بعدش دوباره برمیگردیم اینو درست میکنم.
میریم مثلا نت کانکشن رو مودیفای کانکشن کلیک میکنم. خب به طرح برمیگردم. خب CLK چیپ اسکوپ رو تو این قسمت وارد میکنیم، فیلتر کلیک میکنیم. اینجا کلاک نمونه برداری چیپ اسکوپ کلاکیه که چیپ اسکوپ با اون کلاک میاد سیگنال رو برداری میکنه. ما اینجا کلاکی که از خروجی دوم پیاده اومده رو انتخاب کردیم، بهش میریم گزینه مک کانکشن کلیک میکنیم که سیگنالمون به قسمت کلاک چیپ اسکوپ اضافه بشه. پنجره بعدی داده ها هستن که میخوایم اینجا داده چه داده هایی برداری کنیم. میریم به طرحمون برمیگردیم، روی CNT دوباره کلیک میکنم. CNT هشتی که اسم این بلوکمون رو انتخاب میکنم. دوباره برمیگردم چیپ اسکوپ، اسمش رو تو قسمت پترن تایپ میکنم. فیلتر. خب اینجا سیگنال هایی از این بلوک رو که میتونم تو چیپ اسکوپ ببینم نشون داده. بقیه سیگنال که نشون نمیده بهینه شدن. خب اومده کانتر ما رو اینجا نشون داده. بیت صفرش بهینه شده، حذف شده. دلیلش همین بوده که بیت صفرش همیشه صفر بوده. چرا؟ چون که کانتر ما داره دو تا میشماره. میام قسمت دیزاین برای کانتر رو باز میکنم، میام پایین. اینجا برای کانتر داره دو تا میشماره. پس همیشه بیت صفرش صفره، یعنی زمینه. برنامه آیستی به صورت اتوماتیک اینو فهمیده، تو بهینه سازی اومده بیت صفرش رو حذف کرده. خب من اینجا الان 24 تا بیت دارم ولی اینجا 8 تا بیته. اوکی میکنم، برمیگردم به صفحه قبل. تو مثلا تریگر پارامتر میام سیگنال تریگر صفر من 24 بیتیه. اینو عدد 24 وارد میکنم. دوباره تو قسمت کانکشن برمیگردیم، مودیفای کانکشن کلیک میکنیم. خب میام سیگنال اول انتخاب میکنم، میام قسمت تریگر اند دیتا سیگنال شیفت رو نگه میدارم، روی سیگنال آخر بیت آخر کلیک میکنم که بیت 24 اومد. بعد رو میک کانکشن کلیک میکنم. خب الان سیگنال کانترمون به سیگنال صفر چیپ اسکوپ اضافه شد. خب سیگنال دیگه که میتونیم ببینیم سیگنال ریست ماست. کلیک میکنم، میام اینجا ریستش میکنم. با به معنی اینپوت بافره، یعنی سیگنال ورودیه. میرم سیگنال دوم تست پوینت بعدی، سیگنال ریستمون رو بهش اضافه میکنم. خب بقیه سیگنال دیگه سیگنال نداریم که اضافه کنیم. اوکی کلیک میکنیم. این قسمت تریگر پارامتر دو تا پارامتر اضافه کردم که دومیش یک پیتیه. خب قسمت نت کانکشن میبینیم باید اینجا چیز قرمز نباشه. اگه چیز قرمز باشه بعدا موقع سنتز ما ارور میده، باید اینا سیاه باشه. خب کارم تموم شد. next return of project کلیک میکنیم و yes رو انتخاب میکنیم. خب تغییرات داخلی میکنیم اینجا. میایم تاپ لول انتخاب میکنیم، بعد رو گزینه آخر Analyze Design Using Chip Oscope دوباره کلیک میکنیم. خب این باعث میشه که برنامه سنتز بشه، ایمپلمنت بشه، فایل برنامه ریزی ساخته بشه و بعد در نهایت برنامه چیپ اسکوپ اون باز بشه. برنامه چیپ اسکوپ اصلی که با استفاده از اون برنامه میتونیم سیگنال های برد رو مشاهده کنیم.
خب همونطور که مشاهده میکنی نرسا بهم ارور داد. برای اینکه ارور رفع بشه میگم این خط رو کپی میکنی به فایل UCF رو اضافه میکنیم، سیو میکنیم، دوباره رو قسمت چیبوسکوپ کلیک میکنیم. خب پس مدت زمانی نسبتا زیادی برنامه چیبوسکوپ باز میشه. JTAG رو به بورد وصل میکنیم، بورد رو روشن میکنیم. خب بعد اینکه بورد رو روشن کردیم میایم روی این گزینه کلیک میکنیم، اسمش هست Open Cable Search JTAG Chain. خب دنبال FPGA میگرده. خب خوشبختانه FPGA ما رو پیدا کرد. روشم نوشته رو اوکی کلیک میکنیم. این قسمت دیوایس DevSet Configure انتخاب میکنیم. تیکه کلین پریویس پروژکت رو میزنیم. بقیه چیزا انتخاب شدن، درست هم هستن. اوکی کلیک میکنیم. خب الان برنامه داره روی بورد ریخته میشه. برنامه روی بورد ریخته شد. میایم این قسمت پروژکت روی تریگر دوباره کلیک میکنیم تا باز بشه. خب روی وب فورم دوباره کلیک میکنیم، بزرگش میکنیم. خب برای اینکه بتونم سیگنال رو ببینم روی قسمت تریگر ایمیدیت کلیک میکنم. خب اینجا بعد با قسمت زوم کلیک میکنیم تا برام زوم بشه. یعنی که با کلیک چپ این قسمت انتخاب میکنیم، مثلا زومرجی ها کلیک میکنیم. روی کانتینر کلیک راست میکنم، قسمت باسترادیکس میام آن ساین دسیمال انتخاب میکنم، اوکی میکنم. خب همونطور که میبینیم کانتینر داره میشماره 27274,849 50 51 52 همینطور الی آخر. میام قسمت تریگر. تو قسمت تریگر میتونیم انتخاب کنیم که مثلا برنامه با چه تریگر باشه. مثلا فرض کنیم میخوایم برنامه با ریست تریگر باشه. الان ریست همون یکه، یعنی کلیدو فشار ندادم. میخوام بگم وقتی که ریست خارج شد بیا شکل موجا من نشون بده، یعنی با لبه پایین رونده بالا رونده ریست بیا شکل موجا من نشون بده. خب این قسمت تریگر کاندیشن اکویشن روش کلیک میکنیم، MD رو انتخاب میکنیم چون که میخوایم ریستمون با ریست تریگر بشه. کلیک میکنیم. الان ببینید ریستمون آبی شده. اینجا از شما میپرسه که چند تا نمونه میخوای قبل از اینکه اتفاق تریگر بیفته رو ببینید. مثلا میزنیم 200 تا. خب برای اینکه اساس ریست خارج بشه یعنی اساس 0 به 1 میشه رایزینگ رو وارد میکنیم. خب این قسمت ویفورم روی تریگر کلیک میکنم. خب الان ریست من یکه، هیچ وقت تریگر رو نمیشه. میام کلید ریست رو فشار میدم یه بار. خب همونطور که مشاهده میکنیم برام تریگر شد. خب مثلا دو میرم مثلا تریگر زوم اوت میکنم. بله چقدر زیبا. وقتی یه برنامه از ریست خارج میشه کانتر میاد شروع به شمارش میکنه، از 0 زیاد میشه، 0 1 2 همینطور الی آخر. و شمارش هم داره به درستی انجام میشه. خب توجه کنیم ما تو برنامه گفته بودیم که برنامه کانترمون گفته بودیم که دو تا زیاد بشه، درسته؟ ولی اینجا داره به ما یه دونه نشون میده. دلیلش هم اینه که بیت صفر کانترمون رو اپتیمایز کرده و نشون نداده به ما. اگه بیت صفر رو اضافه کنیم میبینیم که داره
می‌بینیم که برنامه دو تا زیاد میشه. همین برنامه داره به درستی کار میکنه. خب میتونیم تریگر رو به جای اینکه بگیم رایزینگ باشه میتونیم با عدد تریگر کنیم. دوباره تریگر رو برمیگردانم قسمت M0. اوکی. خب ردیکسش رو هیگ انتخاب میکنم. میگم وقتی که کانترم مثلا به 200 هگز رسید تریگر بشه. من مثلا ویفورم به تریگر انتخاب میکنم. زوم میکنم اینم واقعا همین چیزی اتفاق افتاده یا نه. خب 200 هگز اینجا 512 نشون داده. من گفتم 200 هگز. خب چون که ما اینجا گفتیم ردیکسمون دسیمال باشه. اگه ردیکس رو هگز کنیم یعنی 200 هگز به درستی تریگر شده. این یه برنامه ساده بود. وقتی که برنامه‌تون پیچیده تر میشه سیگنالی که اضافه می‌کنیم به چیپوسکوپ زیادتر میشه. میتونیم باید با حالتهای مختلف تریگر کنیم و مطمئن بشیم که جواب سیگنالتون درسته. میتونید جوابش اینجا شکل موجتون رو به صورت عملی اینجا مشاهده کنیم، مطمئن بشین که تمام شکل موجات درسته. اگه درست نبود اون چیزی که باعث شده که شکل موج خراب بشه رو باید پیدا کنیم. باید بتونیم برنامه‌تون دیباگ کنیم، دوباره بریم فایل ویژوال رو تحقیق بدیم و بعد دوباره برگردیم مثلا چیپوسکوپ ببینیم اون جوابی که می‌خواستیم بهش رسیدین یا نه. همین این کار ادامه بدیم تا اینکه به جواب دل بخواه خودتون برسید. با تشکر از توجه شما. آموزش چیپوسکوپ در همین جا به پایان میرسه. موفق باشید.